دوستان عزیز سلام، خوش آمدین به CTV یا سنترال افغانستان. نصیر ماهدی هستم در خدمت شما و معرفی یکی از استعدادهای نایاب و فوق العاده آینده ورزش جهان و افغانستان و امیدوار هستیم که تا پایان با ما همراه باشین. همچنان CTV یا سنترال افغانستان را سابسکرایب کنید و سابسکرایب کردن و لایک و شیر یادتان نرود. استعداد فوق العاده و سرشار از انگیزه، فقط 5 سال عمر دارد ولی چنان بوکس میزند که انگار 10 سال تمرین کرده باشد. بوکس های سریع و قدرتی که اگر در برابر همسن و سالهایش استفاده کند خطرناک خواهد بود. کودکی که در تصویر میبینید نه آمریکایی هست و نه کانادایی، از اروپا و استرالیا نیز نمی باشد. هرچند در کشور اندونزی زندگی میکند ولی اهل افغانستان است و از ولایت دایکندی. اسمش نوید یوسفی است. نوید یوسفی در دو رشته موی تای و بوکس تمرین میکند. با دیدن کلیپ های نوید در یوتیوب متعجب شدم و از حیرت انگشت به دهان ماندم. چنین استعدادهای در جهان کم نظیر است. نوید از نگاه سن و سال خرد و کوچک است ولی آرمان‌های بلند در سر دارد. قهرمانی جهان. هرچند که با این استعدادی که وی دارد قهرمان جهان هدف منطقی به نظر می رسد. وی فارسیش خیلی عالی نیست ولی با زبان شیرین و کودکانش می خواهد کوتاه از خودش و آرزوهای بلندش بگوید. سلام هموطنان عزیز، نوید یوسفی هستم. 5 ساله در بخش بوکس و موی تای تمرین کنم و میخوایم پرچم افغانستان در جهان بلند کنم. آرزوی من است قهرمان جهان شنو. لطفاً حمایتم کنید. تشکر. با وجود محدودیت‌ها برای مهاجرین، اما نوید به لطف این که پدرش ورزشکار است همیشه و در خانه حتی محیط باز تمرین میکند. پدرش که مربی نوید می باشد از استعداد پسرش شگفت زده شده و پلان دارد او را به قهرمانی جهان برساند. اما خانواده نوید چطوری متوجه این استعداد نایاب شدند؟ سلام هموطنان عزیز، حسن یوسفی هستم. پدر نوید جان یوسفی. مدتی 6 سال میشه در شهر بوگور اندونزی به عنوان یک مهاجر زندگی میکنم. من خودم یک ورزشکار هستم و در رشته MMA و موی تای فعالیت دارم. شوق و علاقه نوید جان از اونجا شروع شد. وقتی من در مسابقات شرکت میکردم و از اون مسابقات مدال رو میآوردم، نوید جان اون مدال رو میگرفت و در گردن خود مینداخت و میگفت که پدر من میخوایم که قهرمان شوم. شوق و علاقه نوید جان باعث شد ما با هم دیگه تمرین شروع کنیم و تا اینجا پیش بریم. برنامه ما برای آینده نوید جانی است که بیشتر از هر روز تلاش بکنیم، عرق بریزیم، زحمت بکشیم تا روزی نوید جان به یک اسطوره خوبی ورزش در جهان تبدیل شود و از این طریق بتونه برای کشور و مردم خود افتخارات زیادی را کسب کند. افغانستان کشوری است که نیازمند پیشرفت در تمام عرصه هاست. ورزش یکی از آنهاست. چون این افرادی بدون شک آینده کشور هستند و می تواند بیرق کشور را در جهان به اهتزاز بیاورند. خانواده نوید هرچند به علت تهدیدات و مشکلاتی که در افغانستان داشتند مهاجر شده و در اندونزی زندگی میکند و ممکن به زودی به کشور سوم بروند، ولی مصمم هستند در آینده نوید زیر پرچم افغانستان مبارزه کند. از اینکه با CTV یا سنترال افغانستان بودین جهان سپاس. لطفاً به خاطر حمایت از ما چینل ما رو سابسکرایب کنید و دوستانتان نیز پیشنهاد کنید. برای نوید عزیز هم آرزوی موفقیت میکنم. در ادامه هم شما و اینم چند تصاویر از نوید جان و پدرش. Jump, parket. Sleep. Nice, double. Ross. Ross. Nice. Ross, okay. Go. Double. Jump. Jump, jump. Nice, okay. Sleep. Double. Ross. Double. Ross. Jump, parket.